سازمان ملی مهاجرت جزئیات کامل طرح جذب و مدیریت منابع مالی و سپرده‌گذاری اتباع مهاجرین در زنجیره‌های تولید طرح و سرمایه‌گذاری 100 میلیون تومان را اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری تسنم، سازمان ملی مهاجرت جزئیات کامل و طرح و جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری و مهاجرت در زنجیره‌های تولید و سرمایه‌گذاری 100 میلیون تومانی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت تاکید دارد که این طرح اختیاری بوده و تصریحات محتاطی از جمله قسط بندی 10 ماهه و 20 ماهه برای متقاضیان در نظر گرفته است. اطلاع می‌افزاید که کلیه اتباع مهاجرانی که حضور قانونی در ایران دارند از دارندگان برگه شماره کدهای آزمایشی و پاسپورت‌های اقامتی میتوانند در این طرح شرکت کرده و از مزایای آن متعدداً که میتواند کار و زندگی این مهاجران تحویل دهد بهره‌مند شود. و اهداف اصلی طرح این است که توانمندسازی مالی و اقتصادی با رویکرد کارآفرینی برای مهاجرین و اتباع خارجی و بازگشت کرامت آزمین آنان به کشورشان. دو، ساماندهی پولی و بانکی و سپرده‌های خرد مهاجرین و ایجاد منفعت مشترک بین ایرانیان و اتباع خارجی با اجرای کامل طرح. سه، اهداف بیش از کارخانه‌ها در مناطق محروم ایران و ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی جدید بدون بودجه دولتی برای استفاده از تسهیلات منابع بانکی برای سهامداران آن به صورت غیر مستقیم و اتباع مهاجرین خارجی هستند. 4، جذب هدایت مدیریت و راهبردی منابع مالی و مهاجرین خارجی در چرخه اقتصاد کشور. 5، مبارزه با پولشویی و سوداگری